شب قبل از سفر به خداحافظی گذشت. خداحافظی عمه با برادرزاده‌اش محمد ابن علی. خداحافظی معلم زنان مدینه با شاگردهایش و زیارت وداع نواده‌ای از آل علی با جدش رسول خدا. خوبی هاشمی‌ها این است که تا زنده‌اند نمی‌گذارند اهل بیتشان روی تنهایی و ناامنی را ببینند. از کدام مسیر می روی؟ از مسیر بادیه می رویم. بادیه؟ آری، راه خطرناکی است. اما سریعتر می رسیم. راه می افتیم. راه طولانی است و روزها کوتاه. حرکت می کنیم. می شود حد زد که هم خوشی داشته باشند و هم ناخوشی. میزبان اضطراب باشند. راحتی و سختی و کجا اتفاق می افتد. میانبرهای ناشناخته معمای سفر را بیشتر می کند. اما من مأمور به تأجیل بودم. مراقب باشید! طوفان شهر! بهتر از آن باشد که جانمان را در این کوره راهها به خطر بندازیم. مسیر را ما مشخص می کنیم، نه شما آقا زاده. مسیر مشخص و معلوم اما طولانی بهتر از کوره راههایی است که این مرد پیشنهاد میدهد. راه طولانی است. رنج سفر و بیابی همه را بیتاب می‌کند. قافله سالار ماییم. آنها همراه ما هستند. از راهی نمی رویم که برادرمان را بردند. با این سایه های ناخواسته چه کنیم؟ گویا غیر از این دو نفر مهمان ناخوانده دیگری ما را تعقیب می کند. آنها جاسوسان خلیفه‌اند. تا اوضاع در مرو آرام باشد خطری پیش نمی آید. درست وسط نگرانی ما از خطرات مسیر خواهرم در فکر دیگری بود. او میخواست به جای ترسیدن از مسیر از آن بهره ببریم. سفارش کرد از هر طرف که می رویم حواسمان باشد که باید بتواند مجلس وعظ و نقل حدیث برپا کند. حس عجیبی داشتم. هم مضطرب از برپایی مجلس وعظ کنار گوش مأمور خلیفه و هم آرام از آرامش بانو. روز شبهای زیادی در راه بودیم. بیابان و دشت و نخلستان را پشت سر می گذاشتیم. به استقبال و بدرقه من می آمدند و سفر داشت روی خوشش را نشان می داد. امشب را مهمان این مرد کریم هستیم. امشب اینجا اتراق می کنیم. چقدر خوب شد آمدید. چه روز خوبی دوباره دیدمتان. میدانستم. به همه گفته بودم که خواب و خیال نمیتواند انقدر واضح و روشن باشد. سال هاست که رویای منید. کاش مادرم بود. تنها کسی بود که آرزوی دخترش را برای دیدن